خب از کارهایی که تو گلخونه اضافه شده با سرد شدن هوا، البته این برای این چیزی نیست که فکر می‌کنی، تخلیه آب پلاستیک های توی سقف باید تخلیه شه تا باعث پارگی و فشار نشه، ضمن اینکه وقتی جمع بشه جلبک میگیره و پشه جمع میکنه و کلی داستانه دیگه اضافه میکنه. برای همین باید هرچه زودتر تخلیه بشه و سبکش کنیم. و وقتی میای تو گلخونه صدای شور 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 همه جا میپیچه و کلی از این داستان ها داریم. سعی میکنم که همشو سطل بذارم به خاطر اینکه همینجوری رطوبت زیاد میشه با اضافه شدن بخاریا و این داستان ها و همینطور تبخیری که صورت میگیره با آبی که جمع میشه. هوادهی هم کمتر صورت میگیره چون هوا سرد، زودتر به پنجره ها ببندیم و اینا دست به دست همینه که چنین ماجرایی داشته. هفته‌ای هست که ما تقریبا خیلی رستگی نکردیم، مواد تقویتی ندادیم که مشخصا باعث شده بارهامون ضعیف بشه، دچار شکستگی بشه، همون مشکلاتی که توی دفعه های اول داشتیم رو دوباره ادامه بده. علت اصلی این بوده که با اینکه نزدیک کریسمس هستیم ولی مثل اینکه صادرات به مشکل خورده و قیمت ها پایین اومده، زیر 100 تومان از ما خرید کردن که عملاً پول حتی اون مواد هم در نمی اومد و به خاطر هم ما اصلا دیگه نمیتونستیم این کار بکنیم. اینها دست به دست هم داد که فعلا یه توقفی بزنیم. مشکلات سوخت و گازوئیل رو هم داشتیم که خب حالا تصمیم گرفتیم تا جایی که میتونیم دووم بیاریم و به خاطر اینکه در تغییرات کشت دو فصلیم و با فصل جدید منگل خونه که خیار بود رو جمع کردیم، اونو باید بکاریم، یه فاصله بیفته، بعد این رو جمع کنیم که هم کارهامون خیلی تو هم نشه و نه حجمش زیادتر. برای همین پیچیدگی ها یکم دچار مسائل مشکلات هستیم. بخوام یک جمع‌بندی کامل داشته باشم در مورد داستانی که تا الان اومدیم و که البته فکر کنم توی برنامه مفصل باید بشینم با آمار و ارقام و اعداد صحبت کنم که واقعا آیا میصرفه یا نه. بخوام همینجوری سرانگشتی بهتون بگم اینه که اینقدر هزینه ها بالاست که نه، واقعا صرفه نمیکنه و خب کاری هم هست که مثل توی سرسره افتادن. شاخه همیان افتاد، نمیتونی متوقفش کنی و باید ادامهش بدی و باید هی بهینه تر و بهینه تر کنی. مثلا کاری که ما الان داریم انجام میدیم اینه که خب یک بار درجه یک سوپر صادراتیه که خب حجمش کمه، اون رو میفرستیم برای سورتینگی ولی خب بهترین قیمت بازار ماست و هزینه کلی ما رو در میاره. یه بار درجه 2 که سورتینگی با قیمت خیلی پایین، مثلا 5 تومن فله‌ای میزنه، ما میایم اون بار رو تفکیک میکنیم و خودمون به مغازه دار میاریم، یعنی یه دلال رو لااقل حذف میکنیم. و یه بار درجه 3، این بار درجه 2 که آماده کردیم برای فردا. یه بار درجه 3 است که حالا اونا هم ویدیوشو میدم، داریم تبدیلش میکنیم به رب فلفل. 3 تا محصول داریم و اضافات و اینها رو هم که میبینید الان اعضای جدید مزرعه آقای ارس و بلوط، همینطور مرغ و خروس ها
هستن که در نقش کمپوست ساز اینها رو میدیم بخورن و یعنی ما هیچ جورریزی نداریم، عملا داریم یک مزرعه‌ای رو ایجاد میکنیم که همه چیز توش مصرف میشه. ما اینجا استخون‌ها و اون چیزها رو هم به ایشون جناب وسک یک گله‌ای داریم که وسک هم چوپونشه و با این سازوکار داریم سعی میکنیم یه بهینگی رو بسازیم و امیدواریم فصل به فصل بتونیم بهتر و بهترش کنیم. تقریبا میتونم بگم که این فصل فلفل رو باید جمع بندی کنیم و ببندیمش. تجربه بدی نبوده، توی 2 ماه تاثیرات شگرف بوده و یک سری چیزها واقعا دست ما نیست، یعنی مسائل اقتصادی و بیرونی و نابسامانه‌ای که هست، بحث بحران سوخت و سوبسیدا و این داستان ها، ما کاری نمیتونیم بکنیم، فقط سعی میکنیم که کمتر لطمه ببینیم و کمتر آسیب. امیدوارم فصل بعد بتونیم تغییرات بهتری بدیم، روند رو بهبودش بدیم و بریم جلو ببینیم چی میشه. فصل بعد مزرعه جالب خواهد بود چون قراره کارهای زیادی به مزرعه اضافه بشه، مثل ورکشاپ ها، مثل اقامت که خب من رو اونها خیلی حساب میکنم و انگیزه دارم براش، چون خارج از بحث اقتصادی یک بحث معنایی هم اضافه میکنه به داستان تنفسگاه که من اصلا انگیزه اصلیم برای تمام ماجراها همونه. این گلخونه آماده است که برای کشت بعدی که ریحون و خیار خواهد بود ساخته و پاخته بشه و بریم برای کاشت. احتمالاً هفته دیگه نارهای خیارمون خواهد رسید و آماده میشه و میکاریم و فلفل رو هم تا جایی که ماجرای سوخت ما اجازه بده ادامهش میدیم. سعی میکنیم به کارآمدی خوب داشته باشیم که حداقل واقعا بهتر به صرفه از لحاظ هزینه. ممنون با همراهی شما.